علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. من خواهرتون از تاجیکستان میخواستم از برنامه خوب شبکه جهانی صالحان سپاسگزاری بیان کنم و به همه شما خدای بزرگواری شبکه‌های توحیدی الله مهربان ثابت دنیا و آخرت را مسیح کند و الله مهربان شما را حفظ کند و هرگز بیمار بزرگوارمان سلیمانی را الله مهربان شفای کامل عاجل دهد و حفظشان کند و نگهبانشان باشد و به همه شما خدای بزرگوار شبکه‌های توحیدی ثابت دنیا و آخرت را آرزومندم. الله مهربان در جنت پیامبرمان صلی الله علیه و سلم در الله در جمع را جمع گرداند. اللهم آمین. جزاک الله خیر از خدای بزرگوار. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.